امروز رفته بودیم بازار چینیا، 2 تا چیز باحال پیدا کردیم، گفتم بیایم با هم دیگه تستش کنیم. این که هات پاته، باید توش آب بریزیم بذاریم بپزه، اینایی که خودش میپزه. اینم که ذرت مشکی بودش و من تا حالا ذرت مشکی تو تیک تاک فقط دیده بودم، تا حالا امتحان نکرده بودم. ببینیم چیا داخلشه. این چرا چیزه؟ نودلش چجوریه؟ اینها ادویه‌اش اینجوریه. خیلی بوی تندی داره بریزمشو. نریز بابا، تندم باشه حال میده. اینه یه چیزیه نمیدونم چیه حقیقتا. آتیششه میندازیم کفش، بروش بعد آب سرد بریزیم خودش گرم میشه. آب سرد رو گفت تا جایی که روش رو بگیره. بعد اینو سری بعد بذاریم، اینم آب میریزیم روش سری، بعد اینم میذاریم روش بعد بذاریم بپزه. من که باورم نمیشه اینجوری بپزه. ای صدا داره میده. صدا رو بزنیم دست پاسی داره میشه. خب یه رب شد، بریم ببینیم که چجوریه. چرا فرق کرد؟ وای واقعا مکانیزم جالبی داره ها. آخه چطور ممکنه داره بخار ازش بلند میشه رسما. خیلی تنده ولی طعمش خوبه. همه غذاهای چینی چرا واقعا این بو رو میدن؟ من نمیتونم. چرا همه غذاهای چینی واقعا این بو رو میدن؟ واسه من عجیبه. چه ادویه‌ای توش میزنن؟ چرا نودلش خوشمزه؟ نودلش خوشمزه؟ خیلی باحاله. میشه منم بخورم؟ بذار هم بزنیم. انگار داری مسخره می‌خوری. البته نودل نیست، نمیشد ورمیشل. انگار هیچی نیستش. آره. نه یه ذره بیشتر. من اینقدر میخوام، خود برای خود بگو. من دیگه اینقدر میخوام. خب نمیبره. من دیگه اینقدر میخوام. پشمام. چرا هیچ مزه نمیده؟ واقعا مزه بلال میده. بنظر من تو مزه بلالم نمیده. بلال حبشیه. بلالایی هست که خودمون نگاهشون هم نمیکنیم. اینقدر خشکن چرتن. همونه. خوش نیست خدایی. خدایی خشکه. خوش نیست ولی اصلا شیرین نیست. اصلا بلالای زرد واقعا شیرینن. ولی این اصلا مزه نداره انگار. مرسی که ویدیو رو نگاه کردین. خدافظ. خدافظ.